باباجان نمازهای قضایی که 1 سال پیش از نافهمی نخواندیم در کدام وقت و گوید که سنت فرض کدامش رو باید خونیم؟ نمازهای قضا برادرها و خواهرای عزیز، انا اگر چند سالی که ما نخوانده باشیم باید اونها را قضا بخوانیم. یعنی نماز قضا در گردن ما ادا کردنش در مذهب خودمون واجبه. من اگر به شرطی که اینا بگذار از 12 سالگی به بلاغت رسیده باشم و از 20 سالگی نماز سر کردم، 8 سال میره باید من نماز قضا مخوانم. 40 میخوانم، من دفتر میکشم، مثل که یک کلندری که مثال 1 2 3 و 4 میمونیم، مثال هر روزی را که میخوانم، یک روز مثال یک روزه نماز ما ای بامداد سر میکنم تا خفتن 5 وقت نماز ما وقتی که قضا میخوانم همونجا مقصد 1 میمونم. همین خیل آمده 365 روز کشید، علاکه 1 سالش خواندم. مثال می نویسم که 1 سالش مقصد علاکه تمام شد. کسی که اگر در 1 روز 2 روزش میتونه، 3 روزش میتونه، یعنی همین قدری بخوانید که در جسمتان با مشکلات ایجاد نشود، زیرا بدنم بالاتون حق داره. من مثال 10 سال قضایی دارم، گفته بعد در 1 روز اینقدر زحمت برای خودت بیاری که دیگر حتی همین جسمت قوت نکنه، این دبا گناهگار میشه. همون قدر بخوان که همین دل تا نزند و همچنان جسم تا مقصد مانده نشود. چند روزه را که قوت داری، لیکن در گردن تون واجبه که نمازهای قضا را خونید. فقط قضایی در نمازهای فرض میخونین و در مذهب خودمون نماز ویتر میخونین، زیرا در مذهب خودمون نماز ویتر حکم واجبه داره. همین نمازهای فرض قطعی همون 3 رکعت ویتری واجب شما باید قضایی بخونین. چند ساله باشد، آهسته هم بخونین. بود هم که نکردین ولی در فکرش باشین، در ادا کردنش باشین. اگر خدا جانتون هم که بگیرد، شما این حالت دیگر انشاءالله پیش خداوند برای نمازهای ترک کردگیتون جوابگر نیستین. زیرا که اگر عمرتون کمی نمیکرد، شما میخواندین هم قضایتون هم بود میکردین. لیکن این را بگوید توبه کنم خدا میبخشش، توبه گناه را خدا میبخشه. گناه هایی که همی بینمازی کردی نخواندی، همون گناه هاش را میبخشه، لیکن باید ادا شود. یعنی نماز ای گردن من برادر عزیز ساقط نمی شود. اگر ما به شرطی که 1 اذان بگیم، دیگه همش در قامت هم بگیم، چند نمازی که میخونیم، 3 تا میخونیم، 5 تا میخونیم، 10 تا میخونیم، 1 اذان بگین دیگه در قامت بگین میشود. نماز قضایی را بعد جماعت هم کرده میشود. اگر مثل خودت نفری باشد که قضایی دارد، شما میتونید بامداد، پیشین، عصر جماعت خواندن بگیرید. با اینش مثال با خوبتر میشود، اینش مثال براحت تر میشود. با جماعت خیلی یک راحت داره به خودش. میشود قضایی را حتی با جماعت هم خونین درست میشه برادر.